گرمترین ماه سال هستیم، اما خب یه دو سه روزی هستش نسبت به روزهای گذشته قدری هوا از شدت و حدت گرماش کاسته شده، چون دیروز در گرمترین ساعات ظهر دمای اهواز به 47 درجه رسید. تهران در گرمترین ساعات ظهر دیروز دمای 38 درجه رو کسب کرد و البته امروز هم خنک‌ترین مرکز استانمون شهر کرد با دمای 12 درجه بود. اردبیل دماش به 15 درجه رسید و همینطور میشه اشاره کرد که کرمان دمای 16 رو کسب کرد. در بین همه شهرها هم لارزار دماش به 10 درجه رسید. پیش بینیمون اینه که امروز دمای تهران حالا با قدری افزایش دمای 39 درجه رو کسب کنه. حالا در پایانه های مرزیمون همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تمرچین و باشماق زیر 40 درجه خواهد بود و امشب هم باشماق هوای خنکی داره با دمای 18 درجه. خسروی دمای 45 درجه. حالا مهران و چذابه و شلمچه بین 48 تا 50 در نوسان خواهند بود. البته حالا رگبارهایی هم در این مناطق داریم. حالا اگه رو اروپا هم بخوایم ببینیم همین گرمای هوا حالا قدری ضعیف‌تر ولی همچنان به ویژه مناطق جنوبی اروپا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. پیش بینیمون اینه که به لحاظ رگبارهای تابستونی با توجه به پوشش ابری که در این مناطق داریم در نوار شمالی آذربایجان غربی و شرقی شرایط برای رگبارهای ساعات بعد از ظهر مهیا باشه. همینطور میشه اشاره کرد به بخشایی از جنوب شرق کشورمون، جنوب کرمان، شرق استان هرمزگان هوا ابری میشه. رگبارهای پراکنده در این مناطق داریم. راسته زاگرس فقط با رشد ابر همراه خواهد بود. وزش باد تقویت شده از دیروز. سرعت وزش باد زابل در حدود 80 کیلومتر بر ساعت. میتونه کاهش کیفیت هوا در این منطقه به همراه داشته باشه. به ویژه این سرعت وزش باد در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان کاهش کیفیت هوا داره. افزایش سرعت وزش باد رو هم در بخش‌های از استان‌های ایلام، خوزستان پیش رو خواهیم داشت و آب‌های تنگه هرمز همینطور دریای عمان، آب‌های مواج متلاطم